خب یه سری سوالات هم بود که ترجیح دادم خودشون از آقا بهنام بپرسن. گفتم یه تماس بگیرم باشون تا خودش سوالو ازش بپرسه. زنگ میزنی به شاهین آس. شاهین آس که الان دیگه با همون اسم شاهین اصلی فعالیت میکنه. الو. سلام شاهین جان. سلام. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ چطوری؟ آقا بعد موقع زنگ نزدم که. نه. عزیزم وسط ضبط ویدیو گفتگومون با بهنام ترکانی. بعد سلام علیکم. خیلی مخلصم شاهین جان. خوبی؟ بخش الان چطوری بهنام؟ نوکرم فدا. داداش سوالای سخت نپرس. نه اتفاقا قرار سوال چالیش ازت بپرسم. نوکر. خب اولی که خسته نباشید میگم جفتتون. واقعا نمتون گرمه. هم تو بهنام هم هارمون. این چند وقته کار قشنگ کردی، دارم میبینم میشنوم این بر اون بر. اولی خسته نباشید بگم بهتون، اول آمادهتون بکنم بعد برام مستعالت که من چطوره. اوکی آقا بپرس سوالاتو شروع کن. آریشو گیچی دستتون. برم قبل همه چی آلبوم گروهی چی شد؟ آلبوم گروهی پرده رو میگی؟ آره دیگه ببین پرده رو ضبط کردیم، بعد پرده یه هنجاری قرار بود بیاد بیرون. دقیقاً. ببین آلبوم پرده رو که خب خیلی سال پیش ضبط کردیم، خیلی سال پیش ریلیز شد، کار کردیم. مثلا بچه‌ها اون موقع بودن که الان اصلا نمیخونن، اصلا نیستن. فکر کنم از اون زمان یه 4-5 نفر مونده باشیم. قرار بود یه آلبوم دومی رو داشته باشیم، کارها رو جمع بکنیم از استعدادهای جدید، چون بالاخره این دودا باید از کنده بلند بشه. کنده رفت زنجان هم تویی دیگه. سلامت باشی. من کوچیک شما. چی شد پس آلبوم؟ شاهین جان بذار قضیه رو باز کنم بگم. ببین خیلی واسه من کار فرستادن، بالای 20 تا کار فرستادن. یه 3-4 نفری که خودمون انتخاب کرده بودیم واقعیت اینا باشن چون کارشون اوکی بود، ولی اون کاری که باید میشد و ندادن، یعنی در حد و اندازه اون آلبوم نبود. بعدها یه سری داستان‌ها واسه من پیش اومد که خودت هم در جریانی. بعد یک مقدار توصیه کردن که نباشه. متوجهی؟ دوستان گفتن که دیگه این کارو این آلبوم نبندیم دیگه، خلاصه کنسلش کنیم. اون یه کاری تعبیرت داده بودیم واسه اون آلبوم. خیلی ببین 4-5 نفر گفتم اوکیشون رو داده بودم که کارشون هست تو آلبوم، بنده خدا هم منتظرن. ولی همینجا الان میگم دیگه آقا کار کنسله، منو ببخشید. من از همین بیشتر کار داشتم تو دیگه تقصیر تو نیست که پس ما اون کاره رو من با آرمون حالا یه جوری سعی میکنیم پخش کنیم که از این بر به این ماجرام آسیب نزن لااقل به تو. نه فکر کنم مسیجاش بعد اصلاح بکنیم اگه از این بابت بشه. خب این از این آلبوم خودت چی شد بنا؟ ما خیلی سال منتظریم. و دومان چی شد؟ دومانم روش دارم کار میکنم. ببین آلبوم دادن خودتون میدونید از یه مجاز نه یاد حسین. آره دیگه مجاز رد کرد دیگه. خوشبختانه قبل من کسایی بودن که این داستانو داشته باشن دیگه. شما اینو بذار پای همون. خب یعنی ما شانسی داریم در قید حیات این آلبوم 100%. خدا رو شکر همینا باشه. میدونی چون این حرکت این جنب و جوشه اونم تو فضای الان رپ فارسی یه فضای مسمومی قدیمی هستن که حرفی واسه گفتن ندارن بزنن. 2-3 که نسل 2 گم شد، نسل 4 هم که یه دور تکراره دیگه، همه گنگ، همه خفن، همه مواد و تفنگ و فلان. نیست اون جا خالیه پر نمیشه. الان اون زمانی که باید رپ پر محتوا شنیده بشه به نظر من. البته مثلا خیلی دوست دارم کار تو رو حتما مثلا بشنوم. آقا دمت گرم. چشم دوست دارم آلوشو گوش بدم. نوکرتم. قربونت برم. مرسی که من آوردی تو خط. چاکرتم. شاهین جان سوال نداری دیگه؟ خودتون باشید. خسته نباشید. منتظر کارهای خودت هم هستیم ان شاء الله. چاکرم دیگه. وقتت بخیر عزیزم. خدافظ. خب آقا بهنام، اولین باری که موزیک خودتو بیرون شنیدی به چه شکل بود؟ چه حسی داشتی؟ میتونی بهمون بگی؟ ببین اولین باری که موزیک خودمو شنیدم یعنی کسی بذاره تو آره دیگه. آره دیگه 100%. من آهنگ ساز منو تازه خونده بودم، بعد
قدیما زیاد میرفتیم سعدی نوردی میکردیم، به قول گشت و گذار سعدی نوردی بالا پایین میکردیم سعدی رو. بعد یه ماشین دور میکرد اونجا، بعد لابلای این تکس ما یه جا هست میگه وای بر ما. بعد من دقیقا یادم اینا 3-4 نفری اون وای بر ما رو اونا با صدای بلند همخونی میکردن. جالبه. صحنه رو خودم دیدم. سازمان پس این آهنگ سازمانت خیلی هیت شده، حیف نشنویمش. بریم یکی که گوش بدیم بیاییم. سخته نمیتونی مثل ما باشی. آره نموده واسه پیشرفته کار، از ثانیه ما رفتیم بالای دار. حالا امثالم به مرگ نزدیک میشن، از عالم و آدم تهدید میشن. لحظات خوش ما فقط خنده ها، کسی از درون نفهمید درد ما. هر کسی ترکانو خوب سنجیده، میشه فهمید با سختی ها جنگیده. بهنام ترکانو 10 سال آینده کجا میبینی؟ بهنام ترکان 10 سال آینده با همین وضعیتی که هست همین جاست. این تغییر خاصی نمیکنه. اون تغییره رو قبل هر چیزی هر کسی خودم باید استارتشو بزنم. عامل دومش؟ عامل دوم باز دارم میگم حمایت کنید. همین دیگه. ما به قولی فقط نیاز به حمایت همشهریامون، دوستامون، کسایی که ما رو دنبال میکنن. به نظرت اگه الان شروع میکردی جایگاهت فرقی میکرد؟ یعنی اصلا 100% اون انرژی رو الان میذاشتی؟ 100%. ببینید من اگه الان شروع میکردم خیلی قوی تر از قبل بودم، اینو خودم مطمئنم. ولی حالا این سوال پیش میاد که بس میتونستی شروع کنی و قوی باشی، چرا شروع نمیکنی؟ چون من یه پیش زمینه قبلی دارم. توجهید؟ من دارم اونو ادامه میدم، نمیشه اونو پاک کرد. سخته واسه من، سخته. کریرته اون اصلا دیگه شکل گرفته و اصلا خیلی ها میشناسنت با اون بهنام ترکان. دوست دارم تو همون روال برم جلو، تو همون روال شناخته شم و اونی که هستم دوست ندارم خودم رو تغییر بدم. دوست دارم بهنام ترکان واقعی باشم. تمام. یکی از سوالایی که خیلی ازم پرسیده بودن این که بهنام ترکان ترجیح میده بیشتر ترکی کار بکنه یا فارسی؟ ببین من نزدیک 15 سال فارسی کار کردم، لابلای این تایم ترکی هم خوندم. من اولین کاری که به قولی ضبط کردم ترکی بود، ولی الان دوست دارم یه مدت ترکی کار کنم، زبون خودم. öz dilimiz okuyak. ایول çok yaxşı. حتی کار ترکیبی هم داری، یعنی وسطش ترکی میخونی؟ ببین مثلا به چی خوشی همون جوریه. بعد یا آهنگ خوندم با ابلیز، اونم همون وسطش ترکی. خیلی این مدلی کار خیلی دارم. بعد وضعیت نسل 4 رو چطور میبینی؟ دیده چیه نسبت بهشون؟ خیلی قویان، پرکار و قویان. یه نسلیه که این آهنگای کلام میخونن و میطلبه جامعه دیگه. من نمیگم خوبه یا بده، ولی قوی دارن ادامه میدن، چون قوی ادامه میدن که شنونده های میلیونی دارن. بله میگم الان دیگه اون مثل اون موقع نیست که کسی بگه رپ فارسی دیگه درآمد نداره. الان با وجود اسپاتیفای و یوتیوب خیلی فاز درآمدی اوکی‌تر شده. حتی الان که دیگه من میبینم موزیک ویدیوهاشون اسپانسر داره، آلبوم‌ها اسپانسر دارن و اصلا به عنوان مدلینگ استفادهشون میکنن از رپرها. قطعا خیلی شرایط بهتر شده به نسبت زمانی که شما داشت. بعد خیلی راه همواره، مسیر همواره واسه پیشرفت. یعنی کسی که الان میخواد استارت بزنه همه چی مهیاست واسش. مثلا دوره ما اینجوری نبود. ما یه دوره استودیو نداشتیم، دنبال استودیو میگشتیم. آهنگساز نداشتیم، خودمون شروع میکردیم. مثال چیدمان همه چی خودتون فراهم میکردیم. تکس. بعد مثلا خودمون نظارت میکردیم. خب نظارت رو قاعدتا باید کسی بکنه که مثلا یک لول خودت بالاتر باشه دیگه. ببینم بهترین رفیق رپیت؟ میلاد پاپوش و مهران مرفا. میلاد پاپوش و مهران مرفا. بیشتر فیت هم با اینا دادی؟ همکاری؟ نه اتفاقا کمترین همکاری رو هم داشتیم. ولی موزیک رو با هم شروع کردیم. با هم شروع کردیم. بعد کلی عشق کردیم تو این راه. خیلی هم دلگیرم ازشون که خیلی زود گذاشتن کنار. با اینکه میلاد الان باز خدا رو شکر شروع کرده میخونه، مهران دوست داره بخونه، فعلا نخونده، ولی ادامه میدن. انشالله سعی میکنیم دوباره این بچه‌ها رو یه چالشی را بندازیم، بچه‌های قدیمی رو بکشیم تو بازی. انشالله. ببین مهم نیست قدیمی‌ها میان میخونن، مثلا یه عده نظر میدن که خوب بود، بد بود، نمیدونم ضعیفه. نه، همینی که هست به اون دوستاش، به اون کسایی که شنوندش بودن حال میدن.
دقیقاً یه سری دوست دارن دوباره ببینن بشنونش. حالا سوالی که جزو سوالای پرتکرار بود کنسرت بهنام ترکان بود. توی زمانه‌ای که اصلا کنسرت برای رپر حالت آرزو داره و جزو رویا محسوب میشه، اصلا اونم داخل ایران، اونم اون زمانی که شما کنسرت گذاشتی، راجع به این برامون بگو. 26 اسفند 90 من تونستم به قولی رو استیج برم. حالا کنسرت هم داریم میگیم، کنسرت چند هزار نفری نبود، ولی اون تجربه رو، اون حس رو به من داد. به هر حال استیج بود دیگه. سینما پیوند تهران بود کنسرت، بعد چند تا از پاپ خونه‌ها بودن اون موقع، ما اونجا خوندیم دیگه. معروف هم بود بینشون که ببین یه پاپ خونی بود به اسم علی تکتا، الان دیگه نمیخونه، نمیدونم اگه هم باشه چون من دنبال نمیکنم، نمیدونم همین که اصلا اون موقع فکر کنم اوج کارش بود. اون موقع اسم رسمدار بود واسه خودش. الان البته اسمش رو عوض کرده فکر کنم، زیبایی چیزیه فکر کنم، زیایی فکر کنم، علی زیبایی اشتباه نکنم. آره حالا پس اینجوری شد. حالا راجع به کم و کیفش هم میگی؟ چون میدونم که بچهای زنجان هم اومدن. آره بچهای زنجان دمشون گرم، چند نفری اومده بودن، خیلی هم حال داد به من. هیچ وقت یادم نمیره این کنسرت. امیدوارم بتونیم باز از این داستانه، از این برنامه، از این اجراها داشته باشیم. یه فیلمی رو به من دادی بابت این کنسرتت که خیلی دوست دارم شما هم ببینیدش. یه دونه همین فیلم رو دارم من دیگه، چیز دیگه ای ندارم ازش، چون فضای اون داخل اون سینما طوری بود که دیده نمی‌شدیم، ولی خب همون فیلم رو دوستان گرفتن و دقیقاً یادمه داداش میلاد سمپل اون فیلمو گرفته بود، مهرداد سیمرغ. ببینیم فیلم رو. شرط قلم من پایه در پایه کار استوار. نه نمی‌بینه یه کاری کنه. یکی دیگه از سوالای پرتکرار راجع به خانوادگی بود. حالا میذارم که خودت کامل توضیحش بدی برامون هر چقدر که صلاح میدونی. ببین خانوادگی یه تجربه خیلی خیلی خوب بود واسم. یعنی تو این دوران 15-16 سالی که بودم، خانوادگی دیگه ته قضیه بود دیگه. تونستم با رپ‌کنای خیلی خوب کار کنم، بشناسیم همدیگه رو، یه ارتباطی با هم بگیریم. خوب واسه رپ‌کن خیلی خوبه. در همین حد خانوادگی دیگه نیازی به تعریف نداره. شما با دیدن کار دیگه همه چی مشخصه. مثال میگم با دیدن یه کار به تمام ایران انگاری داری سفر میکنی دیگه. یه سوالی هم پرسیده بودن کجاها رفتین توی زنجان؟ اون مکانایی که رفته بودی؟ سلطانیه رفتیم، بعد داشکسن رفتیم، بازار چاقو رفتیم، بعد میل خوین رفتیم. آره اینجور هیدج یا کجا رفته بودید که امامزاده بود؟ نه مسجد جامع سجاس بود رفتیم. آره حالا بعضی جا تصویر گرفتیم، همش ولی استفاده نشدم. خب من دیگه و ما دیگه سوالی نداریم. اگه حرفی هست که بگی من نپرسیدم میتونی به اون دوربین بگی. تشکر میکنم از خودت، از دوستان، دمتون گرم، خیلی حال دادید. امیدوارم از این برنامه باز باشه، از هنرمندامون استعداد، کسایی که زحمتی میکشن به قولی تو کارتون باز باشه و ببینیم. دمتون گرم. دم شما گرم. دم شما گرم. İtkin yazgılar ürəkdə, bidad elir, zəccə vurur bu şəhər günəşdə. Hekayətin hökmedir məhkəmədə, dərin ürəgimin ortasında hip-hopdur ki çalışır. Hələ olanır rəbyat rəndə, paylaşaq xeyrət, yoxdur qeymət, iradə. Bakiridən qalan qanlı ki coşur, kəlmə-kəlmə sözlər, mahnılar, türkanlı ki qoşur. Sən çəkən bu şəhərdə mənə oldu qəribələr. Merci.